سلام دوستان بزرگوار. من و دوست عزیزم باشم در یه مسئله رو من صحبت میکردم. اون این بود که من این هفته واقعا خدا رو حس کردم تو زندگی. من یه موکل عزیز رو میخوام یه چیزی بگم که من یه موکلی داشتم که خانم حسینی بود. همسرش من خدا فوت کرده بود. پسرش ایشون از اون خونهش بیرون کرده بود. خونه به نام همون مادر بود به عبارت موکل ما. بعد همیشه بنده خدا این مادر میومد تو دفتر من میگفت آیه شریفو پسرم زندان نره، شلاق نخوره. حالا این مسیر حکم تموم شد و دیگه اجرای حکم داشت میومد، مجازات برای اون بنده خدا آبستر صادر شده که اجرا بشه. بعد این مادر اومد تو دفتر ما و برگشت گفت آیه شریفو اگر پسرم شلاق بخوره احساس کنم من شلاق خوردم، من میخوام رضایت بدم. این لحظه فکر کردم، اون لحظه واقعا احساس کردم خداوند روحشو به مادر ازم موضوع شما دمیده. این واقعا احساس کردم که واقعا ما انسان ها با همه بدی هایی که میکنیم باز خدا میگه که بیا به سمت ما. این اون روایت ها و اون موارد ها حدیث هایی که هم میذارم این دفعه من خودم حس کردم این مادر با تمام بدی هایی که به سرش داشت وای شیخ نمیخوام مجازات بشه، اگه ایشون شلاق بخوره اینجوری من خوردم. این واقعا این حسی قشنگی برای من توی این هفته بود. فهمیدم خداوند روح خودشو شاید یه مقدار اندکی هم هست به مادر دمیده. تصور کن اون حس خدایی واقعی که نسبت به انسان داره چقدر زیباست. موفق باشید.